چند روز پیش می‌خواستم برای خانواده‌ام که توی ایرانم پول واریز کنم. رفتم تو گروه‌های تلگرامی گشتم، اتفاقا یک نفری رو پیدا کردم که اونم قصد خرید ارز داشت. چون که خانواده‌اش می‌خواستن براش از ایران پول واریز کنن. بهش گفتم اول به حساب من ریال رو واریز کن، بعد از اینکه نشست من برای پول رو انتقال میدم. ولی خب ایشون قبول نکردن که خب طبیعیه دیگه، بهم اعتماد نکردن. با این نتیجه رسیدیم که از یه طریق دیگه این کارو انجام بدیم، این تبادل ارزی رو. ایشون به من سایت پارسین پی رو معرفی کرد. پارسین پی یک پلتفرم تبادلات ارزی و توی یک محیط امن خریدار و فروشنده رو به هم وصل می‌کنه. تو قدم اول بعد از احراز هویت، خریدار اون مبلغ ریالی که با هم توافق کردن و از طریق درگاه توی سایت امانت گذاری میکنه. بعد از اینکه ارز مورد نظرش رو دریافت کرد، تایید رو میزنه و بعد از اون مبلغ ریالی امانت گذاری شده توی سایت به همون شماره حسابی که فروشنده معرفی کرده واریز میشه. و خب این سایت کار خیلی راحت کرده برای کسایی که میخوان اولین تبادلات ارزیشون رو انجام بدن. اگه تو هم میخوای از این سایت برای تبادلات ارزیت استفاده کنی، لینک سایت رو توی کپشن برات نوشتم.